موز بیداغ. عابد جان یکی از ثروتمندترین مردان افغانستان بود. او آنقدر دارایی داشت که در تمام شهرهای بزرگ افغانستان خانه‌های زیبا با باغچه‌های سرسبز، حوض‌های آببازی، میدان‌های تنیس و گاراژهای بزرگ داشت. اما برخلاف تصور عامه در مورد افراد ثروتمند، او انسان بسیار نیکوکاری بود. به مردم خیانت نمی‌کرد، دروغ نمی‌گفت و هرگز معامله ناعادلانه را انجام نمی‌داد. او در بخشش و خیرات نیز پیسه زیادی را پرداخت می‌کرد. عابد جان تنها یک دختر داشت که نامش اسما بود. از آنجایی که او یگانه فرزندش بود، مورد توجه خاص پدر و بقیه اطرافیان قرار داشت. بعضی اوقات محبت و توجه بیش از حد باعث فاسد شدن کودکان می شود. اما اسمای عابد جان این گونه نبود. او هم مانند پدرش با دیگران بسیار خوب و مهربان بود. اسما دختری بسیار پاکیزه و با سلیقه بود. او بسیار پرهیزگار بود. نمازهای پنجگانه را به جا می آورد و هر روز قرآن کریم را تلاوت می کرد. بهترین ویژگی اسما این بود که هرگز بر سر غذا بهانه نمی گرفت. او برای خوراک گریه یا بدرفتاری نمی کرد. با اینکه پدرش توانایی داشت تا هر روز بهترین غذاها را برایش فراهم کند، اما او بدون آنکه پیشانیش را ترش کند سبزیجات و غذاهای آبپز را هم می خورد. او برای هر نوع غذا که به دستش می رسید شکر الله متعال را به جا می آورد و می گفت: میلیون ها انسان ها هستند که چیزی برای خوردن نداره و شبها گرسنه می خوابند. اما یک مشکل کوچک وجود داشت. این که اسما چه مشکلی داشت این را در بخش‌های دیگر خواهید دید. با ما باشید و بخش‌های دیگر را فراموش نکنید.